چطور مثل برترین برندها تبلیغ کنیم و مخاطب رو با خودمون درگیر کنیم که بیشترین اثر بخشی رو دریافت بکنیم؟ همه ما این جمله معروف که آدما با احساس خرید میکنن بعد با منطق اون رو توجیه میکنن رو شنیدیم. برگ برنده تبلیغات و اثر بخشی اونها در افزایش تعامل و به اصطلاح وایرال شدن اون تبلیغات هست. نکته‌ای که در این موضوع مهمه اینه که ما چطور این کار را انجام بدیم تا به این نقطه برسیم. در این ویدیو ما ایده 5 تا از بهترین و اثرگذارترین تبلیغات خلاقانه در سطح جهان رو برای شما گردآوری کردیم تا متوجه بشیم که بهترین برندها چی کار میکنن که اینقدر وایرال میشن، برند میشن و بیشتر میتونن بفروشن. طی بررسی‌هایی که انجام دادیم دیدیم که این برندها میدونن که چطور احساسات مخاطب رو درگیر بکنن که موجب بشن این افراد در مورد تبلیغ اونها صحبت بکنن و موجی راه میفته که به برندها کمک میکنه تا به هدفشون دست پیدا بکنن. با اولین تبلیغ شروع میکنیم. قطعا همه شما چالش سطل آب یخ رو دیدین. افرادی که با ریختن سطلی پر از آب و یخ روی سرشون و فیلم گرفتن از خودشون و انتشار اون توی سوشیال مدیا به ایجاد آگاهی از بیماری ALS کمک کردن. این چالش در زمانی وایرال شد که شبکه‌های اجتماعی به قدرت الان نبودند، اما درگیری احساسات در این فیلم‌ها و ویدیوها اونقدر بالا بود که حتی شناخته شده ترین افراد مثل بیل گیتس هم این چالش رو اجرا کردند و عواید اون که بیش از 115 میلیون دلار برای آگاهی بخشی از این بیماری بود حاصل شد. داو چطور با یک ویدیو میلیون ها بازدید گرفت؟ داو یک آزمایشی رو اجرا کرد که در اون زنان خود رو برای یک هنرمند توصیف می‌کردن تا چهره اونها رو بکشه و سپس فرد غریبه دیگه‌ای رو می‌آوردن و چهره همون زن رو توصیف می‌کردن برای همون نقاش تا مجددا اون رو نقاشی بکنه و این نقاش اصلاً چهره واقعی اون زن رو نمی‌بینه. نکته شگفت‌انگیز ماجرا این هستش که نقاشی‌هایی که افراد غریبه از اون خانم‌ها توصیف کرده بودن بسیار زیباتر و نزدیک به واقع بود تا توصیفی که افراد از خودشون داشتن و این موجب شد تا عزت نفس و حس مثبت بودن تقویت بشه و نتیجه این تبلیغ شگفت‌انگیز درگیری احساسات خانوم‌ها و به طور کلی افراد در سطح جهان بود که موجب شد این تبلیغ میلیون‌ها بازدید بگیره و بعد از اون یک گفتگوی جهانی در مورد استانداردهای زیبایی در سطح جهان رو مطرح کرد. تصویری که برند داو رو به شدت ارتقا داد و موجب افزایش عزت نفس در خانوم‌ها شد. نایکی و شعار معروفش Just Do It به یک کمپین با یک تبلیغات بسیار قدرتمند با شعار به چیزی باور کن حتی اگر به معنای فدا کردن همه چیز باشه اومد. با نمایش تصاویر ورزشکارانی که با وجود محدودیت‌ها تمام تلاش خودشون رو می‌کردن تا موفق بشن و این موضوع باعث ایجاد بحث گسترده و دیده شدن برند به شدت در سطح جهان شد و به تبع اون فروش محصولات نایکی به شدت افزایش پیدا کرد. تبلیغ اولد پیس با درونمایه طنز و تصاویر سورئال و تشبیه شغل مردان به رایحه‌ای که میدن این موضوع رو در ذهن خانم‌ها تداعی کرد و به کمک خلاقیت و طنزی که توی اون بود موجب شد که این ویدیوها وایرال بشه و عواید بسیار زیادی رو برای این برند به همراه داشته باشه. تجربه‌ای که تا قبل از اون برای این برند اصلاً اتفاق نیفتاده بود. و اما ویدیوی لایک گرل با هدف تقویت اعتماد به نفس دختران جوان و به چالش کشیدن کلیشه‌های جنسیتی انجام شد. ویدیویی که واکنش افراد به انجام اقدامات مثل یک دختر رو نشون میده. مفاهیمی رو برجسته میکنه و سپس نشون میده که چطور دختران کوچکتر با اعتماد به نفس همون کارها رو انجام میدن در حالی که بزرگترهاشون این اعتماد به نفس رو نداشتن. این کمپین نتایج شگفت‌انگیز بسیار زیادی رو در زمینه بالا بردن درک اجتماعی در توجه به دختران و ایجاد حس اعتماد به نفس اونها انجام داد. در پایان دیدیم که تمامی این کمپین ها به کمک خلاقیتی که داشتن و با درگیر کردن احساسات مخاطبان
وایرال شدن و مخاطبان اونها رو خودشون به راحتی به اشتراک می‌گذاشتن و یک موج وسیعی راه افتاد که در پس اون عواید مادی و معنوی شگفت‌انگیزی رو برای برندها به همراه داشت. به نظر شما کدوم یکی از این برندها موفق‌تر بود؟